5 تا نکته خیلی ساده که باید توی مراقبت از مو جدی گرفته بشن، چون که من به شخص تجربهشون کردم. شماره 1: قبل از حموم کردن موهاتون رو حتما شونه کنید. اگه توی حموم میبینی که وای چرا انقدر موهام داره میریزه، در واقع اینا موهایی که از قبل ریخته شدن و لابلای موهات موندن و همین باعث میشه که موقعی که داری موهاتو میشوری موهات به هم دیگه گره بخوره و آسیب ببینه. شماره 2: کاندیشنر یا ماسک مویی که توی حموم استفاده میکنی رو حتما بذار 5 دقیقه حداقل روی موهات بمونه که تاثیرش رو ببینی. همیشه هم یه دونه کلیپس مخصوص بذار توی حموم باشه که بعد از زدن ماسکت موهاتو ببندی بالا، بقیه حمومتو بکنی. زمانی که دیگه اون ماسک خوب روی موهات موند بعد میشوریش. شماره 3: آخر حموم کردنتون موهاتون رو یه بار با آب سرد بشورید، یا اگر مشکلی با حموم کردن با آب سرد ندارید که چه بهتر، کل حمومتون رو با آب سرد کنید. آب سرد باعث میشه کیروکولای موتون بسته بشه و موها رو براق‌تر میکنه. شماره 4: حتما زمانی که دارید از حرارت استفاده میکنید حتما اسپری ضد حرارت بزنید و سعی بکنید که استفاده از حرارت رو کلا توی هفته به حداقل برسونید. و شماره 5: موهاتون رو به اندازه بشورید. به شخصه واسه موهای خودم من هم هر روز شستن مو رو امتحان کردم که باعث شد به مرور موهام خیلی خشک بشه. همین که یک بار در هفته موهامو شستن رو امتحان کردم که باعث شد موهام به شدت بریزه. الانم در نهایت متوجه شدم که 3 بار شستن موهام توی هفته خیلی بیشتر به موهام میسازه. در کل 2 الی 3 بار شستن موها توی هفته مخصوصا واسه موهای نرمال و خشک خیلی مناسبه. ماکسیموم 4 بار برای موهایی که دیگه خیلی چربن. همین.